میگن که یه کفندوسی بوده، تو بستری مرگ بوده. آقزادش رو صدا میکنه میگه بیا اینجا. پسر میاد میگه جونم بابا. به پسرش میگه ببین من یه عمری کفندوزی کردم، یه خوبیت نره، آهو نفرینی خلایق پشتی سری منه. تو بیا بعدی من یه کاری کن که دیگه این آهو نفرینه نباشه، یه رحمتی به روی ما بفرست. پسر میگه بابا بابتی من خیالاتت راحت باشه. خلاصه پدره داری فانیا به دا میگه. فرداش پسره همون شغلی بابا رو پیشه میگیره، کفن میدزدیده. ولی با این تفاوت که کفن رو که میدزدیده یه چوبم تا خشک میکرده تو شکم این اجسادی محترم. آره مردم میان میگن که بازم دمی اولیه گرم، خدا پدری اولیه رو بیامرزه. چوب تو شکمی اینا نمیکرد، فقط کفن رو میدزدید. میگم تو نمیری چقدر این جمله خدا اولیه بیامرزه این جدیده داره شلوار پامون در میاره آشناس.